نظری که نهم ربیع ردخور نداره. میخوایم توسل کنیم به نرجس خاتون مادر امام زمان. اگر هر مشکلی داری، هر گرفتاری داری، مریض داری، بچه بیکار داری، به در بسته خوردی، توسل کنیم به خانم نرجس خاتون مادر امام زمان. یک کم گندم میگیری یا یک کم برنج، روی گندم یا روی برنج 100 مرتبه صلوات میفرستیم، 14 مرتبه سوره کوثر رو میخونیم. اصلا شنبه نهم ربیع رو به هیچ عنوان از دست نده که حاجت روایی داره. خدا حاجت تو میده، حاجت روات میکنه، چون سالی یک بار اتفاق میافته. انشاءالله که مشکلاتتون حل بشه، گره از گرفتاریتون باز بشه انشاءالله. مریض داری یا خدای نکرده خودت بیماری، اگر ترس داری، دلهوره داری، استرس داری، یه لیوان آب وردار، روش اینا رو که بهت میگم بخون، بذار جلوت، روش بخون 10 مرتبه یا حی یا قیوم، یا عزیز یا شافی، یا قابس یا باسط یا جمیل. 11 مرتبه لا اله الا الله، 11 مرتبه حسبنا الله. این آب شفاست. هرچی ترس و دلهوره است همه از بین میره، هرچی نگرانی همه از بین میره، هرچی مشکلات همه از بین میره. میدونستی که باعث برکت و شادی تو خونتون میشه، باعث فراوانی رزق و روزی میشه. اگر مغازه داری این آب درست کن، ببر بذار یه گوشه از مغازت. راز عجیب در مورد سوره کوثر که معجزه میکنه. اگر میخوای زبان کسی رو ببندی، مثل همسر، مثل صاحب خونه، مثل صاحب کار، میخوای زبونش بسته بشه دیگه، رو حرف تو حرف نزنه، کافیه 7 مرتبه سوره کوثر رو بخونی بری پیشش. اگر میخوای ضرر و زیانی بهت نرسه، آسیب نبینی، سوره کوثر رو بنویس بذار تو جیبت همیشه باشه. 4 شنبه ها به نیت رزق و روزی و فراوانی برکت 40 مرتبه سوره کوثر رو بخون. اگرم حاجت های محال داری، روز جمعه که شد 100 مرتبه سوره کوثر رو بخون، انشاءالله که حاجت روا بشه. روز شهادت آقا امام حسن عسکری یه مشت برنج بردار، 3 بار سوره توحید رو بخون، 110 مرتبه هم صلوات بفرست. این برنج رو بذار یه گوشه بمونه. هر وقت حاجت گرفتی با این برنج شول زرد یا شیر برنج درست کن، بده در راه آقا امام حسن بیرون، انشاءالله که حاجت روا بشی. آقا امام حسن حاجت دلتو بده. اگر قرض داری، بدهی داری، خیلی ناراحتی، شب خوابت نمیبره به خاطر اینکه قرضت زیاده، بدهیت زیاده، نمیتونی از پسش بر بیای، یه سوره‌ای بهت میگم بخون، انشاءالله خدا کمکت میکنه، هرچی قرض و بدهی داری تموم میشه. آیه 58 سوره نساء رو هر روز بخون. روز جمعه که شد 100 مرتبه سوره قدر رو میخونی روز جمعه. اگر میخوای بری مسافرت و از خطر در امان باشی، حتما سوره قدر رو بخون، انشاءالله صحیح و سالم با خانواده میری برمیگردی. 70 مرتبه ذکر استغفر الله ربی اتوب الیه یادت نره، حتما بخون. هر گرفتاری داری، هر مشکلی داری، یک بار زیارت عاشورا رو بخون، خودتو بسپار به آقا امام حسین. 70 مرتبه سوره حمد بخون، بعد ببین چجوری مشکلاتت حل میشه، روزت چقدر قشنگ میشه، همه گرفتاریات برطرف میشه. گره گشا زیارت عاشورا، باطل کردن سحر و جادو. یه ذره گلاب بریز تو یه لیوان آب، 70 مرتبه سوره حمد، 40 روز باید این کار انجام بدی دوستان. بعد خودت میبینی که هرچی سر، طلسم، جادوی همه از بین میره. 100 مرتبه سوره توحید رو بخون، گناه 50 سالت پاک میشه. بخون، هدیه کن به یکی از اماما،
به 14 معصوم. بعد گشایش رو میبینی ها، خیلی خوبه. انشاءالله که دوستان روزگارتون خوش باشه. انشاءالله که این روزهای قشنگ که داره میاد، تاجگذاری آقا امام زمان، این روزهای خوب، انشاءالله که هر حاجت محالی دارین حاجت روا بشین. منم از دعاتون کوتاهی نکنین. منم محتاج دعای همه شما دوستان هستم. روزگارتون خوش. التماس دعا.